لیگ فوتسال میان 7 تیم به مدت 10 روز میان جوانان ولسوالی 400 ولایت غور برگزار شد. مسئولان در آمریت تربیت بدنی و ورزش غور میگویند این مسابقه را به هدف اتحاد و همدلی میان جوانان ورزشکار ولسوالی 400 ولایت غور برگزار کردند. امروز شاهد افتتاح لیگ فوتسال ولسوالی 400 بودیم که این مسابقات در بین 7 تیم برگزار شده و مدت 10 روز ادامه داره. هدف از برگزاری این مسابقات ایجاد فضای دوستی و همپذیری در بین جوانان ولسوالی 400 می باشه. این برنامه به خاطر رشد و پیشرفت ورزش فوتبال و فوتسال ولایت غور خیلی کمک میکنه. ما میخوایم که دیگه ولسوالی های ما همیشه از راههای دور تشریف بیارن و لیگای فوتسال خود به خاطر که ما میادین درست در ولسوالی ها نداریم، در مرکز فرسکو بیان ما همکاری میکنیم که لیگایشان برگزار بکنیم و پیش ببریم. در همین حال جوانان ولسوالی 400 ولایت غور را اندازی مسابقات را برای بروز استعدادهای ورزشیشان سودمند دانسته و از تلاش‌های مسئولان آمریت تربیت بدنی و ورزش غور قدردانی می‌کنند. این لیگ تحت عنوان اتحاد و همدلی برگزار شده و ما از فدراسیون فوتبال، ریاست فدراسیون فوتبال و آمریت ورزش ولایت غور بسیار زیاد تشکر می‌کنیم که زمینه همچین لیگ و همچین امکانات برای فوتسال برای ما مهیا می‌کردند. تشکر می‌کنیم از فدراسیون ولایت غور که همچین بازی‌های برگزار می‌کنند به خاطر رشد جوانان. امیدوار هستیم که در آینده این بازی‌ها برگزار شود که جوانان رشد بکنند. به گفته مسئولان تربیت بدنی و ورزش ولایت غور بعد از پیروزی امارت اسلامی در کشور شوق و علاقه جوانان به رشته‌های مختلف ورزشی در این ولایت بیشتر شده است و همواره آنان تلاش می‌ورزند تا رقابت‌های مختلف ورزشی را میان ورزشکاران این ولایت برگزار کنند.